دیگه چیه؟ خدایا شکرت. این چیه تو به من دادی؟ این آس پیکه. این طبیعت شازنده، یعنی این هدف من بوده. این رنگ فندک رو به خودش میگیره این سنگ. نگاه کن، اولش دیدید بدون رنگ بود، تا 1 ساعت هی رنگ پس میده تا پاک میشه. نمیدونم این سنگ چیه. نگاه چه جایی براش درست کردم. به به، اینم خود زندگیه. زندگی بنازمت بابا، بنازم با این هدفت. طبیعت شازم.